عاشقی من تو ابروی سیاه یار بیا بیا حالا چه گلی بادم یس ببین سماور چای که میاد وسط وای با غذای وطنی خوشمزه. آره خیلی خوب بود دوستش دارم کلیپ رو. چقدر با نمکن همه. 3 2 1 درود. 3 2 1 درود عزیزان. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. 3 2 1 درود. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. پریسا هستم در چنل پریفان میوزیک. درودهای بیکران به شما عزیزان، خیلی خوش برگشتید با ما در چنل خودتون. بندم که سینا هستم. بدون معطلی میریم موزیک بسیار زیبا از بهرام جان نظروف میشنویم. بهرام نظروف دست و امیدوارم که لذت ببریم با هم دیگه. بیشک ویدیو موزیک در پیش داریم که به تازگی هم آپلود شده و قراره سورپرایز شیم. بدون معطلی. وقتی میگم بدون معطلی بله یعنی ساکت شو آقا سینا، سریعتر بریم و لذت ماجرا رو ببریم دور هم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید تا میتونین این ویدیو رو برای هر کی میشناسید بفرستید. خیلی دوستدارتون هستیم. اوه واه 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 اینجوریاست. تولد عموه. حالا چه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چاره زکی دادمه حالا چه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چاره زکی دادمه. چه ویدیو موزیک خوبی. لبانش صبح سرخ گل برین چی در دهانش سب سفید ماین آواز برارد بلبل نی مثال رحمی ندارد بگو کی وصال حالا چه گلی بادم. آخه این خیلی خوشگله. چرا هر موقع شما مثلا خانم های این شکلی رو میبینی خیلی خوشت میاد؟ خیلی قشنگه. سلیقه انتخابی داره. من الان نفهمیدم الان قراره برای خود دوستمون همسر انتخاب کنن یا قراره برای پدر بزرگه؟ نه من فکر کنم نه کادو بهش بدن. بعد ازبکی داره میخونه یه بخشایشو، بعد کلیش هم فارسیه یعنی میکسه. جالبه. فکر کنم عزیز نمیدونم اهل تاجیکستان یا ازبکستان. احساس میکنم تاجیکن. چه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چاره زکی دادمه حالا چه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چاره زکی دادمه. میگه تو رو خدا اینو انتخاب کن. نو نمیدونم شاید برای دوستمونه. بعدی وطنی اومد. آفرین تیپ شرقی. چشمی تو گوخر ایفارات انبر تو زیبایی من بهترین دختر ملخمی دل تو عاشقی من تو ابروی سیاه یار بیا بیا حالا چه گلی بادم. یس ببین سماور چای که میاد وسط. وای با غذای وطنی خوشمزه. آره دل رفت دیگه. من تو ابروی سیاه یار بیا بیا حالا چه گلی بادم تو کلی نکی دادم شینه با مزه. خیلی فکر کنم بازیگرن. گلی بادم تو کلی نکی دادم شینه چای خوره تو چاره زکی دادمه. خیلی خوب بود دوستش دارم کلیپ رو. چقدر با نمکن همه.
پدر داماد قبول کرد. بهرام نظروف. این قصه چایخوریه. ما یه اصطلاحی داریم، شاید منظور همونه، شاید مثلا یکی از رسما است به نظرم میاد، نه مثلا میگی طرف شیرینی خورده فلانیه، مثلا اینجوری میگن چون از اولش هم داشت میگفت، یعنی بحث این بود که چای خور. آره دیگه باید چایی رو می آورد رو که خیلی کلیپ قشنگی بود. اون پدر بزرگمون فکر کنم بازیگرن، خیلی خوش اکت بود. آره خیلی قشنگ، حتی تو قسمت آخرش که میرقصید و از این حرکتای اینجوری میگه، خیلی کلیپه خیلی خوش انرژی بود و زیبا. دمتون گرم بچه‌ها با این پیشنهاد قشنگتون. مرسی که تا اینجا با ما همراه. ممنون که دل ما رو شاد کردید. دلتون شاد، لبتون خندون. قربون شکل ماهتون، باش به کلاتون. تا این موزیک باحال دیگه، خدا نگهدار.